آیا در حالت جنابت یک نفر ما حق خوردن یا آشامیدن داره؟ حضرت گفت نعم اذا توضع. بله گفت وقتی که طهارت کنه، همین وضو بگیری، اگر طهارت دست رو کو، اگر همین کردی به یگون کراهیت خوردن و آشامیدن برای رخصت هست. نه که اگر وضو نداشته باشی مکروه هست خوردن، مکروه هست. انا ذکر زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه با ذکر تر بود، هرگز از ذکر نایستاده بود حضرت. در وقت جنابت آیه قرآن خوندن ممکن است، اما ذکرها درسته، ای لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله، این ذکر رخصت هست. حتی میگن یک جا یک ملورا در کتاب فقهی اومده است، شب میوین هم بیچاره کور در غیلوفه که میوین در میزنن که ابا شب بده که همسایت در سکرات های آمد میسو سراسیما. او دیگه وقتی اسپید نمیکنه که یک جایی غسل کرده میتونه، وقتی که آب هسته تیمم هم درست نمیشه واقعی. یعنی میویا میگه و حق قرآن خوندن نداره بالای امیده، اما کلمه شهادت تلقین کردنش میگیره. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، همین را تلقین کردن میگیره امیده. ماشاءالله.